سلام، خسته نباشید. درود خدا بر شما. من در عجبم، تعجبم از کسانی که به یک چیز اعتقاد دارند ولی وقتی که از همان چیز دلیلی براشون میاری قبول نمی کنند. سخن من با شیعیان است و ازشون این سوال را دارم که قرآن را واقعا قبول دارند؟ اگر قبول دارند پس چرا برعکس قرآن عمل می کنند؟ شاید واقعا قرآن را نمی خوانند. من ازتون خواهش می کنم قرآن بخوانید. قرآن وقتی که میگویید به قرآن ایمان دارید پس به آن نیز عمل کنید، چون عمل نکردن به قرآن یعنی ایمان داشتن به آن. یکی از دوستان میگفت این شبکه‌ها وهابی هستند، دروغ میگویند. گفتم آنها دروغ میگویند، آیا قرآن نیز دروغ میگوید؟ گفت مگر قرآن چه میگوید که ما عمل نکرده؟ گفتم پس معلوم از قرآن نمیخوانید. برو قرآن بخوان، برو قرآن بخوان تا ببینید چه چیزی گفته است که شماها عمل نمیکنید. بعد از 2 ماه وقتی دوباره دوستم را دیدم گفت واقعا ما به کجا می رویم؟ ما چه راهی رو پیش گرفتیم؟ من تا امروز از خدا هیچ چیز نمیخواستم، همیشه از امامان کمک میگرفتم. حالا میدونم که آنها هیچ وقت صدای من را نشنیدند و اگر هم میشنیدند به اندازه پوست دانه خرمای قدرت کمک کردن را نداشتند. من نیز خودم تازگی‌ها موحد شدم و واقعا از شماها تشکر میکنم که راه روشن و راه رستگاری رو به من نشان دادید. درود و رحمت خدا بر شما و کسانی که این راه را پیش میگیرند. امیدوارم که در سایه حق همیشه و همیشه پاینده باشید و همیشه قرآن را به مردم گوشزد کنید. واقعا از ته دلم همتون رو دوست دارم، علاوه خصوص آقای انصاری عزیز که همیشه براش دعای خیر میکنم. خدا سلامتش کنه و قرآن رو واسه ما تفسیر کنه و ما رو به راه راست هدایت کنه. ازتون خیلی ممنونم. دست همتون رو از دور میبوسم. براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدارتون. تشکر از شما.